عجیبه که ما عروسیامون هم با همه جای دنیا فرق میکنه. شب عروسی همه محرمن، با راننده آژانس و دوستای داداشای عروس و همه، هر کی هست محرمه الا عاقد. عاقد میاد همه خانما میگن رو بگیرین حاج آقا اومد. حالا از این جالبتر کجاست؟ مهمانی تموم میشه، مخصوصا تالارها. الان خانم‌ها آقایون دیدین که تالارها سباز آخر قاطیه. چرا قاطیه؟ چون که مردها یهو ول میشن تو تالار بانوان دنبال خانماشون میگردن که انه این پنگوانوی امپراتور، هر کسی دنبال جفت خودش که زنش از اون لالوها پیدا کنه که زنش کجاست. همین شب آهنگای قدیم لامصب انشالله باز میشه. بخت و عرض کردم میبندن بخت رو نامردا رقبا